یکم سواله که اگر رحمانوف نباشد تاجیکستان زمین میکشد. من امروز به شما میگم که اوضاع امروزه که جهان به مثال عادی ترین چند روز قبل افغانستان اشرف من تای تاجیکستان رسیده هستم، تای افغانستان سرم نکرد. من ترا میگم رحمانوف لعنت کرده الله این همی ولدزینو بگو اگر نباشد تاجیکستان زمین میکشد. سوال افغانستان سر نکن که بعد نمیگوید که عصب نشه. من ترا رحمانوف لعنت کرده میپرسم تا رأیت افغانستان سر کیسه چه افغانستان سر میکنی؟ تاجیکستان رحمانوف نباشه می رحمانوف جانش برآمد زمین تاجیکستان زمین میکشه. تاجیکستان از خریطه جهان گم میشه. تاجیکستان هیچ وقت از خریطه جهان گم نمیشود و اگر امروز رحمانوف رهبر دولت هست رحمانوف توانست که همین شما بارین بدخواهان من میگم رحمانوف اگر بم بره تو چوای مگر رحمانوف میترسی؟ چی میترسی؟ رحمانوف خدا نه ترس دارم خدا هست. سوال دارم همین رحمانوف بگو من تو نمیترسی بگو اگر رحمانوف بم بره تاجیکستان از زمین نمیکشه. تاجیکستان مثل هم خیلی میروه. همین رحمانوف من رحمانوف من دیگه سی نره همین سوال نبود. رحمانوف اگر نباشد همین تاجیکستان زمین میکشه. همین رحمانوف لعنت کرده الله مرد یکی رفته که اوزی دانش کجلاشی فکش کجلاشی شکمش تو خورد تمام مرد بدن علا چیکار میشه؟ جواب دیم برداشت کنم جواب دیم در افغانستان نگو یک چیز دیگه نگو افغانستان نمیگم چون میدونم افغانستان برای شما مشکلی دارد. من در یگان مشکل نداره برای من یگان چیز مشکل نداره. گفتی ما برای تاجیکستان من برای افغانستان هم خطیب میادم و صحبت میکنم. شخصیت های افغانستان در نظر دارم و مثال من ترا سوالت کیسه من شخصیت تاجیکستان رحمانوف گپ زد اگر گپ نزنی میکشود میره. رحمانوف مرد تاجیکستان زمین میکشد. سوال یکمش کی چه خیل میمورد این فقط به خدا معلوم است کی چه خیل. من ترا گفته سان رحمانوف اگر یکی چیقه میترسی این از سوال اگر یقین کبیری از دنیا بگذره مخالفان یگان تاش نمیبره با یا رهبری دیگه میمونن با میرون. اگر رهبری دیگه شام بم بره بعد محیدین کبیری با مخالفان رهبری دیگه میمونن با میرون. اگر محمد اقبال مرد یا آدم دیگه نه 100 تا دیگه رنگ محمد اقبال پیدا میشه و مبارزش بردن میگیره. اگه تو گفت رحمانوف لعنت کرده الله مرد تاجیکستان زمین میکشه. میگه که رحمانوف ستاره آورنده از عثمان رحمانوف یا آدم زینوگر یا آدم ولد زینوی پدنالات خودزاده لعنتی اگر مرد تاجیکستان زمین میکشه. سوال نگرزه سوال